تو خودت شاهدی که وقتی این اتفاق میفته من چه ویژگی در من بیدار میشود که میخواهم هم خود را بدانم هم خدا را. نعوذ بالله، استغفرالله. خداوند اگر تو در دل من انداختی که من چنین کنم، پس چرا حال بر آن حال بر من وارد نمی شوی؟ زیرا به مسئله خوانش متوجه شدم که وقتی نیتی بر دل من وارد می شود، به هنگام آنکه آن نیت به اجرا در می آید، آن نیت در من زنده می شود و حالات مرا از حالتی به حالات دیگر تغییر می دهد. خب این مسئله روشنی است. مسئله است که در شبانه روز با آن سر و کار داریم. حال عده‌ای هستند بر این مسئله واقفند و از خدا میخواهند و میطلبند و روزیشان را تو میدهی و همان گونه که در نهان است عده‌ای بر این مسئله واقف نیستند و در زیاده خواهی مطلق قرار گرفتند و امراضی امثال هرس خوردن بر آنها وارد می شود. خدایا خداوند، تو فرمودی که توکلنا فاستعلمون. اگر که ما با نیتی که در سینه ایمان است کلمات تو را بخوانیم و نگرشی را نسبت به خود ببینیم که می توانیم راجع به آن سخن بگوییم، آیا این گمراهی است؟ قطعا نه. زیرا از ناشناخته های ذهنی خود، از تاریکی های ذهن خود که اغلب در بعضی از کتاب ها به عنوان سایه ها شناخته می شوند، داریم استفاده می کنیم. حال آنکه به تو توکل کنیم فاستعلمون و آن را آموزش